سلام به همگی. نحوه ریمپ و افزایش توان رو داریم. قسمت ریمپ و تیونینگ میریم. خودروهای ایرانی رو میزنیم. ACU مون انتخاب میکنیم. سیمنس ACU ما و وارد ACU میشیم. خواندن ACU رو میزنیم و بعد این صبر میکنیم تا ACU رو بخونیم و بعدش ادامه رو میزنیم. دوباره افزایش شتاب رو میزنیم. بعد 16 سوپاپ انتخاب میکنیم. خودروی ما 16 سوپاپ هست و بعدش میریم دانلود ACU رو میزنیم. بعد اینم اوکی که زدیم صبر میکنیم تا دانلود بشه. پس ویدیو به مدت 1 دقیقه میبندیم و باز میکنیم و تمام.